امروز دلم برای نوشتن تنگ شده، برای لحظه‌ای که همه چیز را فراموش خواهم کرد. وقتی می نویسم آرامشی در من حکم فرما می شود که انگار بهاری دگر در دلم شروع می شود، زیرا با نوشتن آرام می شوم. فصلی نو شروع خواهد شد، فصلی بدون هیچ قید و شرطی، فصلی با بوی بهار، با تازگی گلها و برگها، نسیمی آرام و بارانی دلنشین که اینگونه صورتم را نوازش می دهد و مرا آرام به خاطرات گذشته می برد. باران با شستن همه چیز به ما می آموزد که زندگی را باید به نرمی و لطافت گذراند. نم نم باران در دستانم غوطه بر می شود و مرا آرام آرام نوازش می کند. چقدر زیبا هستند این قطرات باران، چه باک و چه معصومانه بر همه ما می بارند. برایشان فرقی نمی کند که تو که هستی، چه خواهی. آنها منظم و یک نواخت می آیند و آرامشی می دهند که انگار سالیان سال است که باریدند و تو به آن آرامش رسیده ای. قطرات باران الماسی از جنس دوست داشتن هستند، دوست داشتنی بی قید و شرط، بی ادعا. پس بیایید مثل باران بی ادعا باشیم و برای کمک به دیگران بباریم. باران زیباست مثل الماس.